رادیواکتیو رادیواکتیو محسن گرفتی خوابیدی شروع شد برنامه بابا. باش واقعا باش. چی شد 2 دقیقه ما میریم میایم تو میخوابی؟ من واقعا دیشب خوابیدم شربندی. چرا چی بود دیشب مگه؟ بابا گرما و این پشا واقعا اوه، داغون اوه، کردن ما اوه. رو. اصلا پشه، خون نذاشتن تو پشه. تن ما بمونه. والا به خدا اصلا اگه بگن با چقدر خون کارشون راه میفته تا صبح، من حاضرم با سرنگ بکشم قشنگ بریزم تو بشقاب، دورشم قشنگ نعنا و ریحون و پوره سیب زمینی و لیمو ترش قشنگ دیزاین کنم بیام بشینم بخورم. فقط بذارن ما بخوابیم. مشکل اینه که نمیگن که بابا محسن یه پشه است دیگه، هیکل به این گندگی یه پشه نباید عاجزت کنه که. یه حرفی میزنی مهرانا، حرفی میزنی. حالا ولی از حق نگذریم، یه اخلاق خوبی که این پشه ها دارن اینه که تک خورن، یعنی رفیق باز نیستن. این مثل این مورچه ها رو دیدی، رفیق باز ها یه سوژه که پیدا میکنن 700 800 تا میریزن سر طرف. رو فکر کن پشه های اینجوری بودن میریختن شباسط دیگه هیچی ازت نمیموند. ولی اون گفتی بیخوابی، یاد حرف اون یارو آخونده افتادم که برگشت گفت بود اگر که شما دچار بیخوابی هستین، شبا خوابتون نمیبره، فکر نکنین که به خاطر تورم و وضعیت اقتصادی و گرونی و قسط و این حرفاسا، نه، شما دچار بیداری اسلامی شدی، که البته منظورش همون بیداری ولایی بود. اولا که ما آخونده غلط کرده، حشرات الارض که میگن همین آخونده عمامه بسرن دیگه. پشه اصلی اصلا خود همین مقام آزموس که خون ملتو کرده تو شیشه. والا اینو که گفتی اصلا من خواب از سرم پرید. والا به خدا. بریم آقا. دوستان عزیز سلام، بریم سراغ یه رادیواکتیو دیگه بزنیم تو دهن این آخوندا مثل پشه له و لوردشون کنیم. سلام عرض میکنیم، خیلی خوش اومدید. این شما و این رادیواکتیو. خیلی بالا میدی. بودو نفتیه طلای سیاه بدم 3 بشکه 100 تومن میبره بازار. نفتیه جون. سلام علیکم آقای واعظی. بله جناب بفرمایید. ببخشید در راستای این طرح فروش نفت به مردم هست، طرح اخیر دولت فروش داخلی. اومدم نفت بخرم. میخوری یا میبری؟ ببخشید متوجه منظورتون نمیشم. نه منظورم که بشکه خالی آوردی؟ نه والا. حالا کجا میخوای؟ پایانه چابهار، نفت خزر، خارک، سپید، نفت خام، نفتالین، کدومش بده خدمتتون؟ والا نمیدونم، یه جنس خوبشو میخوام دیگه. یه نفت خوب دارم واسه مالی خانم دکتر روده. صبح میریخته تو پیت، کار نکرده، قشنگ، با دوام، با گارانتی. بپیچم؟ چی رو بپیچی؟ پیچو بپیچم. مشتری نیستی برو دنبال کارت. نخری میفرستیم ونزوئلا. نه آقا میخوام نفت میخوام اگه میشه بدی. پولو رد کن بیاد 38000 دلار. بله بفرمایید، این هم 38000 دلار. قربونه بیا، اینم کاغذش، خدا بده برکت. این چیه؟ نفتش کو؟ نفتش زیر زمینه دیگه. اونم میخوای من برات بکشم بیرون؟ تازه باید بری شرکت افغانی برات چاه بزنه تا یه چیزی مونده باشه. نه آقا این که نشد، پولمو بده، اصلا نه به داره نه به باره. من نفت میخوام بردارم ببرم زیر زمین رو ببرم آدرس میدی؟ نه خونه صبر کن، حالا ناراحت نشو. نفت نمیخوای؟ نه نمیخوام. چی میخوای؟ فیلم هندی، عکس، پاسور، چی بدم کنه؟ آقا مسخره بازی در نیار، پولمو بده میخوام برم اصلا. این داش که به هر نمیگرده، خیالت راحت. ولی دولت یه طرح دیگه هم داره که میخواد آب دریای خزر و خلیج فارس هم شیشه بفروشه. نخواستی شنواسای کشورم هست، نخواستی اکسیژن هم هست، نخواستی خواب هر شهروند، نخواستی کنارهای خیابون ولی هست، نخواستی برو کنار بذار باید بیاد. نفتی آقا، نفتی بوده، بیا نفت بدم خدمته. ما آخر بازی میدونی دیگه نمیشه هر خری برونی، حتی مداویم تا نفس باشه، هک سیدلی کمرش داشه. وقتی سپاهو توی لیست میبینم، وقتی عباتون رو خیز میبینم، نمیشه پنهون که شدیم داغون، شدیم از تحریم مثل نیقلیون. دیگه از ما اقتداره واسه
بابایی سلام من اومدم. سلام بابایی، خسته نباشی ساسان جان. مرسی. بیا ببینم بابا چی کار کردی امروز تو مدرسه؟ خانم معلم مشق داد؟ بابا خانم لطیفی یه مخش خیلی سخت داده، گفته باید بری تحقیقات کنید. بیا بابا جون بیا، من خودم برات تحقیقات میکنم پسرم. بابات خودش پژوهشگره، محققه. حالا درباره چی باید تحقیقات کنی؟ درباره بوس الاغ وفادار. چی؟ بوس الاغ وفادار. این چه موضوع مسخره‌ایه؟ آقا من 40 سال سنمه، والله چنین چیزی نشنیدم. زمان ما موضوعات تحقیق راجع به خورشید و گل و این چیزا بود. بوس الاغ وفادار آخه؟ تو اصلا نمیخوای به من کمک کنی. الان پیمان و فرزان باباهاشون براشون الاغ میخرن، بوسشون میکنن، تو به من کمک نمیکنی. بابا من گفتم موضوع خرم. آقا جان ساسان جان عزیزم صبر کن بذار من زنگی بزنم به این خانم لطیفی ببینم آخه این چه موضوعی به شما داده. عزیزم گریه نکن تو، من ببینم آخه چیه این داستان. دیگه درس نمیخونه. الو خانم لطیفی، سلام علیکم، من پدر ساسانم. خیلی ممنون، شما خوب هستین؟ خانم ببخشید آخه این چه چیزایی که بچه ها درس میدین؟ ما کم گرفتاری داریم، شما با این تکالیفی که بچه ها میدین ما رو بدبخت میکنین آخه. که یعنی چی متوجه نمیشم؟ موضوعی که خودتون به بچه دادین، الان بچه اومده میگه راجب بوس الاغ وفادار تحقیق کنید. آخه بوس الاغ وفادار؟ والا 40 نفرم اگه بریم سر این موضوع تحقیق کنیم نیم صفحه هم از توش در نمیاد. ببخشید چرا میخندین شما؟ حرف خنده‌داری زدم من؟ چی؟ موضوعی نبوده؟ پس چی بوده؟ بورس اوراق بهادار بوده؟ ساسان بورس ساسانی درست کنم من. خانم ببخشید من واقعا معذرت میخوام، ولی خب فکر کنم همون بوس الاغ وفادار بهتر باشه، چون این بورس اوراق بهادار که با این وضعیتش همه رو داغون کرده، که همون بوس الاغ وفادار رو ما تحقیق میکنیم راجبش. بابا بریم درباره بورس اوراق بهادار. گفتی تو آبروی منو بردی که پسر. روزی شیخ سر سفره دیسی که درونش کباب بودندی را برداشت و آن را در گوشه‌ای پنهان کردندی و ناله سر داد که دیس کو. مریدان هر کدام به دنبال دیس روانه گشتند و در پی آن درآمدند و مأیوس از پیدایش دیس پیش شیخ شرفیاب شدندی. ناگه شیخ خنده‌ای بس شیطانی سر داد و بگفت همانا که دیس در نزد خود پنهان کردیم تا شما را سر کار همی گذاریم و بساط سرور و مفرح ذاتی فراهم کنیم. مریدان که از این شوخی شیخ به شگفت آمده بودند به شادی پرداختند و هلیکوپتری ها زدند و برک ها زدند و عده‌ای هم سر به راه بیابان نهادند. از آنجا بود که به مکانی که در آن به شادی می پرداختند دیسکو گفته شد و بر اثر گذشت زمان به دیسکو تبدیل گشت. بوم بوم دیس دیس. تا روایتی دیگر، درود و بدرود. سیدلی تا کی میخوای جون بکنی؟ شیشه هسته ای رو تو چرا نمیشکنی؟ بشکن من نمیشکنم، هستی میخوام به کی باید بگم؟ بشکن من نمیشکنم، هستی میخوام به کی باید بگم؟ دوستش میدارم، تمام میشه کارم، آتش میزنه، شاخ ما میشکنه، نسیجی باز نگیر، روحانی پنیر، هسته ای خوبه، بسته ای خوبه، اگه بمبو بدی یار گله داره، اگه بمبو ندی یار گله داره، واسه هر غلطی
بسیار گله داره. زمین زیر پات زلزله داره. بشکن من نمیشکنم، آخر هستی میخوام یکی باید بگم. آقا این روزا آخوندهای ریز و درشت و مداح‌های حکومتی مدام از ضرورت برگزاری مراسم عزاداری حرف میزنن و شعارشون هم اینه که کرونا رو بیخیال اما کادر درمانی رو شکست میدیم. یه تیکه از روزه‌های این جماعت جاهل و جاهل رو با هم بشنویم. کرونا بله هست، ده ممکنه بگیریم، خب بگیریم، بریم مجالس اهل بیت رو پر میکنیم، مجالسشون خالی نماند، برزن پرچمشون بلند باشد، ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا باشه، چه اشکالی داره؟ بله، همش هم به هم دیگه آدرس هیئت میدن و خلاصه دنبال فرستادن مردم تو میدون مین کرونا. حالا مهران جان یه هیئت هم هست که نه روزه میخونه، نه مداحی داره، نه نذری میده، ولی اشکی در میاره ها. جدی کجا؟ هیئت دولت دیگه، هیئت دولت. آها. البته روحانی تو هیئت دولت سالی یه بار روزه هم میخونه، این فراموش نشه. روحانی که خودش اصلا یه ورژنی از همین ویروس کرونا است. خیلی هم به هم شبیهن، میدونی؟ هر دوتاشون عاشق چینن، هم روحانی هم کرونا از قم کارشون رو شروع کردن. هر دوشون مملکت رو تعطیل کردن، هر دوشون هم کسب و کار بهش ضرر رو رونق دادن. بله دیگه، اون که کرونای ولایت، رئیس جمهور نظام هم که اینجوری، تلویزیونشون هم که اصلا ناقل ویروسه. مجریای تیویریش هم که اوایل میگفتن کرونا مثل سرماخوردگیه، بعدش بهش گفتن ویروس منحوس، تازگی‌ها میگن ویروس لعنتی. ایشالا تا پاییز با یه ویروس جاسوس عامل شرق و غرب و استکبار جهانی طرف خواهیم بود. بله. تو که اوزاد خفنه همیشه اخمات تو همه خیت شدی بازی نمه بیا با ما زیدن ای تویی که عاشق شوره بمب تو مزد دوره حالا که پاتم لبه گوره بیا با ما زیدن حزم تو عشق منی اگه که یه ورشی یه کمی با قلبی یا پل بزنی بیا با ما ایون زیدری تو مار ملکی عشق نیا بازلکی تو این نظام پفکی بیا با ما زیدن هی سیدری جیگلی سیدری جیگلی اخماتو واکن هی سیدری جیگلی سیدری جیگلی یه نگاه به ما کن هی سیدری جیگلی سیدری جیگلی اخماتو واکن هی سیدری جیگلی سیدری جیگلی یه نگاه به ما کن تو ما رو تا میبینی انگاری اوریون میگیری سیدلی جیگلی چرا حال ما رو هی میگیری تو خودت خوب میدونی نظام بنده هیچینی اگه ولایتو میخواد چرا دم ما رو میچینی بدون این فریقاتی داره با دل تو تلپاتی تو کوچه دل با پسان نرو با عبای شکلاتی وای چقدر پکری تو حالا نظامو به کجا میبری تو بی خیال سوریه بشو بیا سر خرا اینوری کن محسن جان رسیدیم به پایان برنامه. من بمیرم. خدا نکنه. در هر حال یک برنامه دیگر رو هم همراه با هم پشت سر گذاشتیم. آخه بمیرم برات. محسن جریان چیه کامنت بمیرم و میمیرم و جدیده؟ نه این یکی از ظرفیت‌های زبان فارسیه دیگه. من دفعه قبلم اگه یاد باشه مبحث ها رو برات باز کردم. و این خوب یادت مونده باریکلا. اینم مثل اونه. جدی؟ ما انواع و اقسام مردن ها داریم. یه وقتی میگی میمیرم برات، یعنی خیلی دلم برات میسوزه. یه وقتی میگی برو بمیر بابا، یعنی اصلا نمیخوام ببینمت، یعنی برو. آره اینجوری. یه وقت میگی میمردی فلان کارو میکردی، یعنی چرا اون کارو انجام ندادی. یه وقت میگی نمردیم و فلان اتفاقم افتاد، که خب این دیگه مشخص. یه وقت میگی من بمیرم، یعنی راست میگی. یه وقت میگی مردی، یعنی چرا جواب نمیدی، باید دونه دونه جای درست بده. یه وقت میگی مردنی، یعنی نحیف و لاغر و خلاصه این داستان همچنان ادامه ده. آقا دست درد نکنه، هر بار برای ما کلاسی میذاری، مجانی هم تو هم میای یاد میگیری دیگه. آره چقدر انواع و اقسام مردن داریم. خب دوستان خیلی خوشحال شدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار. بله خدا نگهدار. میمیرم براتون. اینم هشتمی. آره رادیو اکتیو رادیو اکتیو